بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. برنامه وصال حق. وصال حق، بفرمایید خواهر گرامی. شما آقای انصاری هستین؟ انصاری هستم، بفرمایید. خسته نباشین، من یکتا هستم، از تهران تماس میگیرم. بفرمایید خواهر گرامی. اولا من یه صحبتی داشتم الان خدمتتون عرض میکنم، بعد میدم گوشی رو دست همسرم. آقای انصاری درست نیست شما ما شیعیان رو انقدر دارید میکوبونید. بله. کجا یک نمونهشو بگید، ما کجا کوبیدیم شیعیان رو؟ خانم گرامی بفرمایید. الو. بله بفرمایید. حالتون خوبه؟ سلامت باشید. آقای انصاری، من یه سوال از شما داشتم. بفرمایید. شما الو. من خواهش میکنم آقای گرامی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید. بفرمایید. خواهش میکنم. آقای انصاری، من یه سوال از شما داشتم. بفرمایید. شما کتاب شب‌های پیشاور رو خوندید؟ ما جواب این کتاب رو نوشتیم، در سایت عقیده هست، روزهای پیشاور. اگر که من فقط اینو میگم، من ببینید من عالم دینی نیستم. بله جان. خب بله. حالا شما ظاهراً عالم دینی هستید، ظاهراً اینجور که حالا نوشتن استاد انصاری، اما شما الان خودتون دارید از حضرت علی علیه السلام دارید چیکار میکنید؟ دارید تعریف و تمجید میکنید. بله. خب درسته؟ بله. پس یعنی شما خودتون به نوعی شیعه هستید. یعنی با این سیستمی که الان دارید پیاده میکنید شما میگید که من شیعه هستم. نه من نگفتم من شیعه هستم. خودتون گفتید که ما شیعه علی هستیم، یا شما که ما 5 وعده نماز میخونیم شما 3 وعده. بله. اگر عده‌ای 3 وعده نماز میخونن این دلیل نمیشه که همه شیعیان اینجوری نیستن. حالا عده‌ای هستن، تو سنی هم خیلی هستن. بله. سنی هم خیلی عقاید باطل دارن، خیلی چیزا توشون هست. درسته؟ بله. اینی که شما میگید که مثلا آیه کافی ممکنه خیلی حرفا زده باشه. بله. ما اصل مذهبمون و دینمون آیه کافی نیست، ایکس و ایگرگ نیست. ما کلا دین اسلام، حالا شیعه جای خود، دین اسلام میگه هر چیزی که با عقل، یعنی عقل و دین نباید با هم منافات داشته باشه. بله. متوجهید؟ عقل با دین اگر منافات داشته باشه، اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم بس درست نیست. یعنی معیار ما معیار عقله. آیا این حرف شما قبول دارید یا نه؟ معیار تنها عقل نیست. ما اول نه، من ببینید، من سوالم چیز دیگه است. ببینید من اینو میگم، من میگم که معیار ما یعنی سنجیدن ما عقل. چیزی که عقل قبول نکنه خب بله. ما همونو قبول نداریم. خیلی چیزا هستش. بله شما ممکنه آقای کافی 500,000 تا هم مثلا حدیث داشته باشه. بله. ولی ما اینو نمیگیم که مثلا ایشون 100% همه چیزایی که گفته درسته. بله ایکس از ایگرگ گفته، ایگرگ از ایکس دوباره نقل کرده، اون از ب نقل کرده، اون از ای نقل کرده. معلوم نیست آیا این حدیث درست باشد یا خیر. ما اصلا با آقای کافی یا امثال هم کاری نداریم. مذهب ما مذهب ما پیرو به حضرت علی علیه السلام هستیم. بله ما هم قبول داریم. آقای محترم ممکنه ادعی آقای محترم ممکنه ادعی مثلا توهین بکنن. بله تو سنی ها هم هستن کسایی که توهین من گرفتم پیام شما را. یک سوال خیلی ساده. شما فرمودید که شما کاری به کلینی و غیره ندارید. شما دینتون از کجا میگیرید؟ ببینید ما دینمون از کجا میگیریم که اجازه بدید. من نمیگم تمام چیزایی که ما الان داریم که مثلا ما داریم از رو حدیث داریم صحبت میکنیم، درست؟ الان بحث حدیث بود، درسته؟ بله. خب همین بحث حدیث، ببینید آقای محترم، همین بحث حدیث، همین احادیثی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت کرده در نهج البلاغه که منسوب به ایشون هست جمع شده، میگه نماز رو 5 وقت بخونید،
یک بله، ما هم زندیق قبول داریم. بله یک زندیقی اومده یک روایتی رو جعل کرده چسبانده به علی و به پیامبر در کافی یا در مجلسی در بهارالانوار. شما چرا میرید این روایت دروغین رو میگیرید و اون روایت صحیح علی رو نمیگیرید؟ خب در اینجا نه ما الان مثلا همین بیننده‌ای که لحظات پیش در مورد شستن پا صحبت کردن، گفتن شیعیان چرا پاهاشون رو نمیشورن. دوستان عزیز در اتاق فرمان این روایت رو نشون بدن. این روایت فروع کافی است، محمد ابن یعقوب کلینی نوشته، اینم شناسنامه کتاب الامیره چاپ کرده، اینم در کتاب الطهاره در صفحه 23 روایت 162. این روایت از ابی عبدالله علیه السلام روایت است که در مورد وضو صحبت میکنه. در آخر چی میگه؟ و اذا نسیت مسح رأسک حتی تغسل رجلیک. میگه که اگر که مسح سرتو فراموش کردی، اول پاهاتو شستی، سرتو مسح کردی، مشکلی نیست. فمسح رأسک ثم اغسل رجلیک. دوباره سرتو مسح بکن بعد پاهاتو بشور. اینجا امام محمد باقر میگه که شما باید پاهاتون رو بشورید. اما یک زندیق دروغگوی اومده در کافی یا در مجلسی اومده گفته پاهاتون رو مسح بکنید. شما چرا حرف محمد باقر رضی الله تعالی عنه رو، نوه پیامبر رو نمیگیرید اما حرف کافی رو میگیرید؟ نه اینجوری نیست. ببینید من الان عقیده خودم رو میگم. ببینید من خودم با این مخالفم. ببینید میان روی پایی که بو میده مسح میکشن. خب بله ما هم نداریم، یعنی بهمون نگفتن که حتما نه، همه میگن ما اصلا اسلام دین پاکیزگی و نظافته. بله. من خودم نماز میخوام بخونم پامو میشورم، خشک شد اصلا تمیز که شدم بعد وضو میگیرم، چه اشکال داره؟ مگه ما حتما گفتیم که نه حتما پای بو کشیده رو عزیزم همین کاری که آقای محترم شما پاتون رو میشورید، خشک میکنید، بعد میرید وضو میگیرید، این مخالفت با امام محمد باقر است. من غیر از اون روایت اصول کافی دوستان عزیز نشون بدن. اصلا بحث ببینید اصلا شما به اصلش بخواید برگردید، اصلا این بحث به نظر من اشتباهه. اصل چیه؟ اصل عبادت یا نه؟ بله. شما این میشه از نظر ما شیعه میشه فروع دین. اصلا این اصل نیست. اصل دین. برمیگردیم به اصل دین. برمیگردیم آقای محترم به اصل دین. شما وقتی که دعا میکنید به کی متوسل میشید؟ به خدا. فقط به خدا؟ هیچ وقت امامان رو وسیله قرار نمیدید؟ خب این دعای توسل نمیخونید؟ یه لحظه ببینید ما امامان رو به عنوان یک انسان پاک و یک انسان وارسته و کسی که جزء اهل بیت پیامبره ما قبول داریم و احترام بهشون میذاریم. نه امامان کسانی که با پیامبر بودن. خب ببینید آقای محترم یعنی یک لحظه منافاتی با عقاید ما نداره. عزیزم ببینید شما گفتید این فروع دین فروعات آقای محترم فروعات گفتید، الان دوستان نشون بدن این همین روایت در تهذیب الاحکام الاستبصار و اعلام الورا در مورد شستن پا در وضو در جلد 1 صفحه 130 در صفحه 135 الاستبصار و در صفحه 21 جلد 2 اعلام الورا هم اومده. پس در وضو پا رو باید شست نباید مسح کرد. گفتید این فروع دین هست و ایناست، به اینا کاری نداریم. برمیگردیم به مسائل اعتقادی که مسئله کفر و شرک است. همسر گرامی شما فرمودن که شما چرا انقدر به شیعه حمله میکنید، توهین میکنید. به خدا قسم ما نه توهین کردیم نه حمله کردیم، اون که واقعیت است پیش روی شما میگذاریم. شما هر کدومش که دوست دارید قبول بکنید. ببینید توسل در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همین حرفی که لحظات پیش شما فرمودید مشرکین مکه هم همینو میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این بت‌ها رو پرستش نمی‌کنیم مگر اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنه. شاید بگید که خب اونا بت بودن، ما اهل بیت پیامبر رو وسیله قرار میدیم. همون بت‌هایی که بودن انسان‌های صالحی بودن. آقای محترم یک لحظه من این حرفم تموم بشه بعد در خدمت شما خواهم بود. انسان‌های صالحی بودن که اونها رو به خاطر تقرب جستن وسیله قرار میدادن مشرکین. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در همین نهج البلاغه
خطبه 110 در اینجا توسل رو تفسیر میکنن و میفرمایند بهترین چیزی که ما باید به اون متوسل بشیم ایمان به الله هست، عمل صالح هست، عبادات هست، جهاد هست، روزه هست، نماز هست، ذکر هست، دعا هست. برعکس امروز کسانی که ادعای شیعه بودن علی رو میکنن اولین چیزی که بهش متوسل میشن آیا الله و عمل نیک است یا اولین چیزی که بهش متوسل میشن ائمه است؟ پس وقتی که به ائمه متوسل میشید برادر عزیز و گرامی باید دلیلی از علی داشته باشید که علی گفته باشه که ای مردم اگر گاهی نیاز پیدا کردید بیایید سراغ من و من را وسیله رسیدن به خدا قرار بدید. ببینید بله بفرمایید الان من در خدمت شماست. خواهش می‌کنم. ببینید من به نظرم میرسه که بین اهل سنت این بد جا افتاده. ما وسیله قرار نمیدیم. ما یعنی خدای نکرده مثل بعضی از دین‌هایی که حالا وجود داره ممکنه تو ایران هم باشه ما موحدیم. ما نمیگیم که مثلا خدای نکرده مثلا میپرستیم اصلا، یعنی شما در این حد دارید میگید که ما وسیله قرار نمیدیم. ما این افراد رو به عنوان اهل بیت قبول داریم و بهشون احترام میذاریم. ببینید آقای عمر خب از خلفای از خلیفه، حالا ما از خلفای اهل سنت هم دیگه، بله اصلا از خلفای اسلامی هم اصلا ما میگیم درست. اوکی. خود آقای عمر من حالا دقیقا نمیدونم تو کدوم کتابه چون میگم عالم دینی نیستم، ولی خود آقای عمر بارها اینو اذعان کردن که اگر حضرت علی علیه السلام نبود من تو خلافتم به مشکل میخوردم. حتی تو قضاوت‌های یک کتابی هست حضرت میگه علی من هلاک میشدم. حضرت علی بله میگه که اگر علی نبود عمر هلاک میشد. میدونید چرا این حرفو میزنه؟ چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه علی به عنوان مشاور ایشون هرگاه که در مسئله نیاز به مشوره پیدا میکرد با علی مشوره میکرد و علی رضی الله تعالی عنه بهترین مشوره رو به عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میداد. ما اینو قبول داریم. ما نمیگیم چرا. ببینید من اعتقادم بر اینه، آخرش اینو میگم خدمت شما آقای انصاری. ببینید ما همه مسلمون هستیم، در این شکی ما همه مسلمون هستیم. اگر آقای کافی یا ایکس و ایگرگ حالا ممکنه بحثایی داشته باشن که شاید مثلا یه مقدار بالا پایین باشه، خب ما اینو ملاک و میزان نمیتونیم قرار بدیم. ملاک ما قرآن هست درست. همونطور که ملاک شما قرآن هست، ملاک درست. ما هم قرآن هست. همونطور که قبل از من آقایی گفتن ما با قرآن میسنجیم، با عقل میسنجیم دیگه. حالا مثلا آقای ایکس از ایکس تعریف میکرده، اونم میگفته آیا درست باشد یا نه. من خودم اعتقادم بر این هست که ممکنه خیلی از این چیزایی که هست توی همون اهل سنت هم هست. یعنی ما نمیتونیم شما میتونید 100% بگی تمام حدیث هایی که توی اهل سنت هست همه درسته. این نه. به نظر من ما هرگز این ادعا رو نکردیم. منتبرات گرامی علمای ما چیکار کردن؟ رفتن احادیث صحیح رو جدا کردن، احادیث دروغین رو جدا کردن، گفتن یا ایها الناس هرگاه خواستید مراجعه بکنید شمایی که علم ندارید بیایید این کتاب رو که احادیث صحیح هست چشم بسته قبول بکنید و این کتاب که احادیث ضعیف هست بندازید دور. آیا علمای شیعه الان برادر گرامی شما به عنوان یک شیعه آیا علمای شما همین راهکار رو در مقابل شما قرار دادند؟ نکردن این کار. خب احسن نکردن. خب من این سوال میکنم، همین کاری که مجتهد ما بهش مراجعه بکنیم پس علمای شما انجام دادن، پس اجتهادی که شما قبول ندارید و در عمل قبول دارید. من اینو بهش اعتقاد دارم. نه این مجتهدین شما توضیح بدید. من ببینید مجتهدین شما بر اساس خیلی عذر میخوام از این کلمات، بر اساس هوا و هوس. من توهین نکردم. بله نه من میگم بر اساس هوا و هوس چیزی رو حلال میکنن، چیزی رو حرام میکنن. قاعده یک اصولی برای این کار خودشون ندارن. بله. یعنی شما به عنوان یک مسلمان حق دارید که از این مرجع بپرسید که آقا این حرفی که شما میزنید دلیل چی است؟ آیا دلیل برای شما ارائه میکنن؟ نه خیر، میگن مادامی که مرجع گفت بگو چشم.
خب این شما اختیار خودتون رو نیست. عزیزم، شما اختیار خودتون رو بله. در دست یک انسانی قرار دادید که معصوم نیست، اشتباه میکنه، خطا میکنه و شما وقتی در خطایی که انجام داده از این مرجع تقلید پیروی بکنید، فردا روز قیامت در پیشگاه خداوند عذر ندارید. نمیتونید بگید آقا من نمیدونستم، من از آقای مکارم شیرازی پیروی کردم. خب من از شما این سوال میکنم، الان مثلا علمای شما این احادیث رو استخراج کردن به قول خودتون، آیا اینا معصوم هستن؟ از کجا شما میدونید 100% که درست هست یا نه؟ اینا هم از روی قرآن، حالا اون چیزایی که به نظرشون درست بوده استخراج کردن. پس ما و شما هیچ منافاتی با هم نداریم. خب من تشکر میکنم. الله متعارفتون کنه. سلامت باشی. فکر کنم به جایی نرسیدیم آقای انصاری. نه به جایی نرسیدیم متاسفانه. سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهدارتون. ببینید فرق خیلی زیاد هست بین علمای ما و روششون در تصحیح و تضعیف روایات و بین علمای شما. یعنی از یک طرف من همین جابر جوفی رو، از یک طرف جابر جوفی رو من در این مورد که شما شاید کمی بهتر متوجه بشید، من یک روایتی هست در اینجا که روایت هم نیست، کلیپی هست که قضیه حدیث و مراجع شما در مورد حدیث عقیدشون چی هست. دوستان عزیز این کلیپ رو اگر لطف بکنن پخشش بکنن با صدا و تصویر، با هم ببینیم اینو. عزیز من، بحث صحیح و ضعیف یه بحث اجتهادیه. یک راوی از دیدگاه یک آقا صحیح ثقه است، از دیدگاه یک فردی ضعیفه. الان فرض بنده میخوام روایات کافی رو بگم آقا روایات صحیحش اینه، ما نزدیک 2000 تا روایت از آقای سهل بن زیاد آدمی داریم، بنده اون رو ثقه میدانم، اجتهادم به اینجا رسیده این آقا ثقه هست، ولی فرض آقای خویی میگه آقا ثقه نیست. اگر من بیام این کتاب صحیح بنویسم 2000 روایت آقای برای شما سهل بن زیاد رو بگم صحیحه، آقای خویی میگه شما اشتباه کردید، شما اجتهاد خودته. ولذا برادر بزرگوار، بحث این که روایت صحیح هست یا صحیح نیست این بحث اجتهادیه. بله. این فرق است. ببینید این اعتراف از علمای خودتون بود که میگه این بحث اجتهادیه. ایشون دلش خواسته، هوا و هوسش اینو اقتضا کرده که بگه آقا 2500 روایت سهل بن فلان ساعدی این روایت صحیح هست. آقای خویی گفته حالا دیده که به مرجعیتش مثلا چندان سودی نداره، گفته که نه این 2500 روایت غلط هست چون این آقا ضعیف است. این شد مسخره. یک مرجع یک چیز رو حلال میدونه، یک مرجع یک چیز دیگر رو حرام میدونه. علمای ما بر اساس هوا و هوسشون نیومدن این کارو بکنن، یک قاعده کلی تدوین کردن، همه بر این قاعده اتفاق کردن، هر حدیثی که بهشون میرسه میندازن در این میزان، در این قاعده میسنجن، آقا صحیح بود طبق این قواعد قبول است، اشتباه بود به این قواعد میندازنش دور. الان قضیه خمس، تفسیر قرآن، تفسیر ائمه، علمای صدر اسلام هیچ کدومشون خمس مکاسب رو اینطوری که علما و مراجع شما امروز دارن میگیرن نمیشناختن، قبول نداشتن که اصلا نمیشناختن. یعنی به قول آیت الله ابوالفضل برقی که حتی یعنی خلفای بنی عباس، حالا این حرف دقیقاً حرف ایشون هست، میگه آدمای پولکی بودن، خیلی پول دوست داشتن. اگر که قضیه خمس سابقه شرعی می داشت، بنی عباس خب از اهل بیت بودن، می اومدن ادعا میکردن که آقا باید این خمس کسب و کارتون رو به ما بدید. شما تصور بکنید سرزمین اسلامی یک سرش به جنوب فرانسه رسیده بود، یک قسمتش به آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و به همین مناطق چچن و این مناطق رسیده بود، یک ایران و افغانستان و پاکستان و آسیای میانه تا چین، تا ترکستان، تا شنگهای چین رسیده بود مرز اسلامی. اگر این بنی عباسی ها میگفتن آقا این خمستون رو به ما بدید، باور میکنید همه بغداد و بصره و کوفه و سامرا و همه رو اگر طلا هم فرش میکردن تازه زیاتی میکرد. اما اونا عقلشون کار نکرد که از مردم خمس بگیرن. اما این مراجع شیعه
به خاطر اینکه جیباشون رو پر بکنن خمس رو اختراع کردن. شما به عنوان یک شیعه ازتون خمس میگیرن، آیا حق دارید که بپرسید چرا خمس میگیرید؟ تا این هر سوالو بکنید زنتون رو طلاق میکنن، به 4 کتابشون شما رو تکفیرم میکنن که شما در مقابل مرجع صحبت کردی و فلان کردی و محارب و فلان و 1001 تهمت بهت میچسبانن، میندازن گوشه کهریزک یا اوین، اون بلای آنچنانی هم سرتون در میارن که آقا این محاربه. حق اینو نداری که بپرسی که دلیل چیه که داری آقای مرجع تقلید تو از من داری خمس میگیری؟ علی خمس نگرفت، امام حسن، امام حسین، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام جعفر صادق تا امام 11، اون 12می رو که ما قبول نداریم، میگیم به دنیا نیامده، در آخر الزمان به دنیا میاد. هیچ کدوم اینا خمس نگرفتن. بعد از اینکه به اصطلاح یک تئاتری درست کردن به اسم امام زمان و مردم رو فریب دادن، خمس رو اختراع کردن، اموال مردم رو میگرفتن، میبردن آقا ما میرسونیم به امام زمان. جیباشون رو پر کردن، موقعی هم که نزدیک مرگشون شد گفتن آقا رفته غیبت کبری، شما دیگه الان خمستون رو نگه دارید. و مراجع اومدن و اینا شدن نائبان بر حق امام زمان و خمس مردم رو دارن جمع میکنن. یک کمی تفکر. شما قضیه عقل رو اشاره کردید. ما در 1-2 هفته قبل اینجا کلیپی در مورد خمس پخش کردیم. 3 ساعت برنامه، یک مرد پیدا نشد اینجا برای ما ثابت بکنه این خمس در مذهب شیعه رو که از کجای قرآن این خمس رو گرفتن. در کجای قرآن اومده که شما خمس کسب و کار مردم رو بگیرید؟